نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته خواندیم، یک سری زجرها بود، توبیخها بود، سلسله زجرات بر یهود و نصارا و منافقین که در مدینه بودند و همچنین یهود که در مدینه بودند. الله تعالی بعضی آیات که در آنها زجر بود مشترکاً هم خواندیم و بسیاری هستند که مخصوص بعضی از اینها بود. بعد از اینکه اون زجرها تمام شدند، در اینجا الله تعالی به پیغمبر خودش صلی الله علیه و سلم دستور صادر می فرماید که بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایها الرسول، ای رسول، ای فرستاده ما، بلغ برسان آنچه که نازل شده به سوی شما از جانب ربتان. گرچه این آیه را عزیزان ما خاص می کنند، می گویند که بلغ یعنی امامت علی را، خلافت علی را برسان، ولی کسانی که اهل عربی هستند، زباندان هستند، با قواعد و دستورات زبان عربی آشنا هستند، می بینند و می دانند که
بلغ ما برای عموم هست، ما عام هست. ما تنها شامل یک نکته‌ای که بیانگر خلافت علی باشد، امامت علی باشد، چنین چیزی در ما دیده نمیشه. ما انزل الیک، هر چی که نازل شده و فرستاده شده به سوی تو از جانب پروردگارت. و ان لم تفعل بالفرض والمحال، اگر این کار را نکنی فما بلغت رسالته، شما رسالت او را انجام ندادی. این رسالت هست، پیام خدای عزوجل. ببین پیامی که خدای تعالی برای اهل زمین دارد، برای انسان ها دارد، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابلاغ نکند ما انزل الیک را، اون پیام خدا انجام نگرفته. خب اگر اونطوری که اونها تفسیر میکنن ما این آیه را خاص بکنیم به خلافت سیدنا علی، معنی این میشه که اگر شما این خلافت را نگویی، نرسانی گویی، رسالت را انجام ندادی. معنیش اینه که تمام رسالت به خاطر این انجام گرفته که خلافت علی اعلام بشه. این مطلبی هست که اصلا با قرآن و با روح قرآن همخوانی ندارد. این مسئله در تمام قرآن مجید اشاره به این هم نشده که بگیم رسالت سیدنا علی را یا امامت سیدنا علی را برسان. و گذشته از آن قبلا هم عرض کردم اگر امامت از اصول دین هست، مثل توحید، مثل رسالت هست، مثل معاد هست، خب ما میخوانیم در قرآن مجید که توحید با چه دلایلی شفاف واضح توحید اثبات میشه. معاد را خداوند به چند صورت اثبات میکند و با چه روشهایی، با چه دلایل گوناگونی. سوره های مختلفی به نام معاد هستند، به نام قیامت هستند. سوره قیامه هست، سوره واقعه هست، سوره حاقه هست، سوره قارعه هست. اینا تمام سوره هایی هستند که به نام قیامت هستند و چه صراحتی در این سوره ها وجود دارد. از اول دلائل برای اثبات معاد هست. اگر واقعا امامت این اهمیت را دارد، چرا هیچ جا اشاره در قرآن نشده؟ اینجا که میگه ما انزل الیک، این ما یک کلمه عام هست. باز هم کسی که تفسیر میکند به امامت علی باید تفسیر از طرف خود نباشد، تفسیر معصور باشد، منقول باشد، تفسیر قرآن به قرآن باشد، تفسیر قرآن به سنت باشد، تفسیر قرآن به اقوال صحابه و سلف ما باشد. لذا ادعای بلا دلیل هست. و بعد ببینید ما انزل الیک من ربک، عموم مفسران نوشتند ما انزل الیک من ربک شامل همه رسالت ها، اون چی که رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و پیام خداست که رسول الله باید برساند، شامل همه میشه. گرچه حضرت شیخ حسین علی رحمه الله این را ضمن این که میفرماید ما انزل الیک عام هست، ولی 4 عنوان هستند که بعد از این میاد، بالخصوص این 4 نکته را که همه نکته های توحیدی هستند، الله تعالی به حبیبش میگه که اونها را به مردم برسان. الله میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول برسان آنچه که نازل شده به سوی شما از جانب رب. و ان لم تفعل، اگر بالفرض نکردی این کار را، فما بلغت رسالت خدا را نرساندی. خب پیغمبر اگر برساند، همه مردم دشمن توحید هستند، همه مردم دشمن یکتاپرستی هستند. اون وقت
برای رسول الله خطری نخواهد داشت. الله تعالی می فرماید والله یعصمک من الناس، خداوند عزوجل حفاظت می کند شما را از مردم. خداوند تضمین فرموده که حافظ شما و نگهبان شما، نگهبان واقعی الله عزوجل هست. در روایت ها داریم که وقتی که این آیه نازل شد والله یعصمک من الناس، قبل از این رسول الله صلی الله علیه و سلم نگهبانانی داشت. مسجد النبی که تشریف ببرید و خداوند زیارت اون مسجد را نصیبتون بکنه، در کنار روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهید دید که یکی از ستونها هست و استوانها هست به نام استوانه حرس. ستون حرس ستونی بود که اونجا صحابه حراست و نگهبانی میدادند. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اونجا به عنوان نگهبان ایستاده بود، بعضی دیگه از صحابه گاهی می ایستادند. وقتی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند و به اینها دستور دادن شما بروید، دیگه نیازی نیست چون خداوند وعده کرده والله یعصمک من الناس. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همانا خداوند هدایت نمی فرماید، راهنمایی نمی فرماید قوم کافر را. قوم کافر مشرک هر عزمی، هر اراده‌ای، هر تصمیمی داشته باشد، هر سوی قصدی داشته باشد، خداوند او را راهنمایی نمی کند، ناموفق میشه. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء، اعلام بکن ای اهل کتاب لستم علی شیء، شما بر هیچ چی نیستید. شیخ حسین علی میفرماید این مسئله اول هست که تحت بلغ ما انزل الیک داخل است. ای پیغمبر برسان همه دین را، همه رسالت را، بالخصوص 4 مسئله اینجا هستند. بگو و این مطلب را برسان که ای اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل، شما بر هیچ چی نیستید، یعنی بر دین نیستید، بر مسیر نیستید، بر صراط مستقیم نیستید. حتی تقیموا التوراة والانجیل، حتی که تورات را برپا کنید، اقامه کنید، و انجیل را. و ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که نازل میشه و فرستاده میشه به سوی شما از طرف پروردگارتان، از طرف پروردگارتان. ببینید تورات، اهل تورات مگر تورات را به تورات عمل نمی کردند؟ مگر تورات کتاب خدا نبود برای اونها؟ بود، ولی عمل نمی کردند. بخشی از تورات را که در رابطه با اعمال بود شاید توجه می کردند، اما بخش عمده از تورات که درباره رسالت رسول الله و درباره توحید خدای عزوجل بود، این را اونها عمل نمی کردند. اونها قائل به توحید نبودند. در توحید اونها شرک و خرافات و غیر الله پرستی را راه انداخته بودند. و همچنین علائمی و اوصافی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات بود، اونها را نادیده می گرفتند، اونها را کتمان می کردند، آنها را توجیه می کردند، تعویل می کردند. لذا خداوند می فرماید که شما تا زمانی که کاملا به تورات عمل نکنید و تورات را شما قائم نکنید و همچنین قرآن را لستم علی شیء، شما بر هیچ چیزی نیستید. ببینید همون زمان اهل کتاب کتابی واقعی میشه که به کتاب خدا کاملا عمل بکند. اکنونم این خطاب
با تعبیر دیگری متوجه ما مسلمانان هست، علماء اسلام هست که یا اهل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن. ای کسانی که خداوند به شما کتاب قرآن داده و برای هدایت ابدی و سرمدی شما فرستاده، شما هم بر مسیر هدایت نیستید تا زمانی که قرآن را برپا بدارید، به تمام دستورات قرآن، به تمام عقایدی که قرآن میگه عمل بکنید. مسلمانی که به بخشی از قرآن عمل میکند، به بخش نمازش عمل میکند، زکاتش عمل میکند، اما به اعتقادات قرآن پایبند نیست، به توحید پایبند نیست، به یکتاپرستی پایبند نیست، اون هم لستم علی شیء، اون مسلمان نیست، مسلمان واقعی نیست. مسلمان واقعی همونه که بر همه قرآن پایبند باشد. الله می فرماید لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم. تورات را عمل کنید، انجیل را عمل کنید، کتابی که به سوی شما به واسطه رسول الله نازل شده عمل کنید. ولا یزیدن کثیرا، عناد یهود بنویسید. اینجا خداوند از عناد یهود سخن میگوید. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. الله می فرماید که می افزاید بر بسیاری از آنان. کی می افزاید؟ ما انزل الیک من ربک. ببینید کثیرا منهم مفعول اول لیزیدن هست، ما انزل الیک من ربک فاعل هست، طغیانا و کفرا مفعول دوم هست. یعنی قرآن مجید در بسیاری از یهود و نصارا می افزاید. چیشون را می افزاید؟ ایمانشون را؟ نه، طغیانا و کفرا، سرکشی و تمرد و کفرشان را می افزاید. چطور؟ اولا کثیرا منهم ما انزل الیک، پایین شما بنویسید به دلیل عناد و تعصب، به دلیل تعصب و عناد. قرآن در اونها می افزاید چون که عناد دارند، تعصب دارند. قرآن عناد، چون که عناد و تعصب دارند، قرآن طغیان و کفرشان را. قرآن می آید که ایمان انسان را بیفزاید، چگونه طغیان و کفر را می افزاید؟ چون که تعصب داشتند. هر آیه‌ای که نازل می شد اونها او را انکار می کردند. به عنوان مثال قبلا اگر 100 تا آیه را منکر بودند و کافر بودند، 5 تا آیه دیگه نازل شد، اینها را هم قبول نمی کردند از روی تعصب. پس کفر به 105 آیه، فردا کفر به 150 آیه، بعد از اون کفر به 200 آیه. یعنی هر چی که آیات نازل می شد اونها عناد داشتند، کفرشان اضافه می شد، طغیانشان اضافه می شد. الله می فرماید فلا تأس علی القوم الكافرین، شما ناامید نباش، غم نخور بر قوم کافران. بعد از اینکه می دونی تعصبشان ظاهر شده، لذا به دلیل تعصب از ای رسول مکرم شما ناراحت نباش. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. اینجا خداوند بیان طریق نجات را بیان می فرماد. ما این آیه را و نظیر و شبیه این آیه را در سوره بقره خواندیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینجا هم همون آیه هست. تفسیر گذشته خلاصه تفسیر این است که ملاک برتری و مدار نجات بر عنوان نیست. یکی بگه من مسلمانم، یکی بگه من یهودیم یا مسیحیم. این عناوین انسان را نجات نمیده، بلکه اوصاف هست که انسان را نجات میده. اوصاف چیه؟ انسان در وجود خودش
توحید را و صفت توحید را و یکتاپرستی را پیدا بکند، انسان به معاد ایمان داشته باشد، انسان به رسالت ایمان داشته باشد. این اوصاف هستند که باعث نجات میشند. لقب نیست، عنوان نیست، کسی بگه من مثلا فلان لقب را دارم. الله می فرماید ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هادوا، کسانی که یهودی شدند، والصابئون، صابیها، والنصارى، خودشون را به ابراهیم نسبت میدادند، و مسیحیان، من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به مبدأ داشته باشد و به روز آخرت یعنی به معاد داشته باشد. هر کسی از اینها اعتقادش اول صحیح بشه. من آمن بالله والیوم الاخر در بخش چی هست؟ اعتقاد مشکل داشته نباشد، و دوم عمل هم درست باشد. و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان هیچ خوفی نخواهد بود و آنان غمی و اندوهی نخواهند داشت. خب اکنون خداوند عزوجل بعد از اینکه یهود را دعوت دادند، در این آیه شریفه می فرماید زجر بر یهود که این پیمان را، این میثاق را ما قبلا از بنی اسرائیل هم گرفتیم و به خاطر یاد آوری این پیمان انبیا را و پیغمبران را فرستادیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، به درستی که ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل. بنویسید در تورات، این پیمان در تورات از بنی اسرائیل گرفته شده بود. و ارسلنا الیهم رسلا، بعد از عهد و بعد از میثاق به سوی بنی اسرائیل پیامبران را هم فرستادیم. ببینید پیمانی که از بنی اسرائیل گرفته شد چی بود؟ شما اون پیمان را در سوره بقره خواندید. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و بذی القربى الى آخره و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. یعنی پیمانی که از بنی اسرائیل در تورات گرفته شده، هم در اون پیمان بحث عقاید است، ایمانیات، توحید، معاد، مبدأ معاد، هم بحث اعمال هست، هم بحث اخلاق هست، انفاق مالی هست، یعنی عمل به کل دین آنگونه که این دین را خدا فرستاده. لذا خداوند می فرماید ما به خاطر یاد آوری این پیمان و ارسلنا الیهم رسلا، پیامبران را به سوی آنان فرستادیم. اما پیامبران هرگامی آمدند و مطابق میل اونها سخنرانی نمی کردند، دعوت نمی دادند، اینها تکذیب می کردند، پیامبران را شهید می کردند. الله می فرماید کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هرگامی آمد پیش آنان رسولی، پیامبری، بما لا تهوى انفسهم، می آورد آن چیزی را که جاء می دونید فعل لازم هست، اما با که آمده اون را چی کرده؟ متعدی کرده. هر پیغمبری می آورد آنچه که لا تهوى انفسهم، مطابق میل آنها نبود، خواهش آنها نبود، هوای نفس نبود. اینجا جزا مقدر است، نبذ المیثاق، نبذ المیثاق، یعنی هرگاه که پیغمبری می آمد مطابق میل و خواسته دل اونها نبود، اونها میثاق را و پیمان را می انداختند، پیمان را می شکستند. فریقا کذبوا، بعدا مریضی ها مختلف بود. یک گروه مرضشون تا این اندازه بود که فقط پیغمبران را تکذیب می کردند، اما یک گروه مرضشون بسیار متعدی و بسیار خطرناک بود که نه تنها تکذیب می کردند بلکه و فریقا یقتلون، گروهی از آنها انبیا را کشتند، شهید کردند. لذا این قوم بنی اسرائیل پیمان شکن و عهد شکن است. عهد را تا جای شکست
که کسانی که عهد خدا را یادآوری کردند، داعیان حق، انبیاء خدا، اونها را شهید کردند. و حسبوا الا تکون فتنه، اونا فکر میکردن، گمان میکردن که الا تکون فتنه، عذابی نمی آید. اینجا بنویسید به دلیل مهلت خدا، چون که خداوند اونها را مهلت میداد. الله عزوجل حلیم است، فوراً گرفتار نمی کند. خدا که اونها را مهلت میداد، از این مهلت بدبخت ها سوء استفاده میکردن، فکر میکردن که الله تکون فتنه، هیچ عذابی نخواهد آمد. امروز هم همون قانون خدای عزوجل است. اگر خداوند ظالمان را، جابران را، متکبران را، یا فاسقان و کافران و مشرکان، کسانی که در دنیا انواع گناه ها را انجام میدهند، چه گناهان صغیره، چه گناهان کبیره، چه شرک و کفر، چه بقیه مفاسد، اینها را که مغرور کرده چی؟ مهلت خدا. حسبوا الا تکون فتنه، فکر میکنن که عذابی اصلا در کار نیست، گرچه میبینند گاهی خداوند در دنیا هم عذاب میآورد، ولی نسبت میدن به طبیعت. زلزله آمد میگه طبیعت است، و طوفان آمد، دریاها طغیان کردن، طبیعت است. گاهی میگن قهر طبیعت، العیاذ بالله، قهر خدا رو میگه قهر طبیعت. لذا الله میفرماند و حسبوا الا تکون فتنه، اینا گمان میکنند که هیچ ابتلایی نیست، هیچ نوع عذابی نیست. خب شاید شما بگید چرا عذاب نیست؟ این همه تمرد، بعضی هستن واقعا اینقدر انسان میکشند، اینقدر ظلم میکنند، اینقدر فساد میکنند. من خدمت شما قبلا عرض کردم، آیات هم صریح هست در این باب، چون که این دنیا دار عذاب نیست، این دنیا جای عذاب دادن نیست. خداوند دنیا را تعیین نکرده برای عذاب، گرچه بعضی ها را گوشمالی میده، اما دنیا دار امتحان است، دار دواندن اسب هست. هر کسی اسب خودش را میتازد، میدواند، به جای میرسد یا نمیرسد. لذا الله میفرماید یهودی ها گمان میکردن که الا تکون فتنه، نیست فتنه، نیست ابتلای. لذا به خاطر این مهلت خدا چیک شدند؟ فعمو و صمو. عمو یعنی بینایی را از دست دادند، عمی کور شدن را میگن، و صمو و شنوایی را هم از دست دادند، یعنی نه حق را دیدند نه حق را شنیدند. ثم تاب الله علیهم، سپس خداوند بر آنها رجوع کرد، یعنی اسباب توبه را فراهم کرد. ببینید فعمو و صمو معنیش این هست که رسالتی که در تورات موسی علیه السلام داشت و پیامی که موسی داشت، و بعد از موسی علیه السلام تا زمان عیسی همه پیغمبران دستور دادن که به تورات عمل کنند. اینها چی؟ نسبت به اون رسالت، نسبت به اون پیام رب العالمین، هم بینایی را از دست دادند، هم شنوایی را از دست دادند. به این معنی هست که اونها عمل نکردند. خداوند درباره مشرکانی که قرآن را هم عمل نکردند چی میگه؟ صم بکم عمیون. پس این عمو و صمو به همین معنی هست که خداوند مهر جباریت به اینها زده بود، اونها صلاحیت هدایت و استعداد را از دست دادند، اما سپس خداوند بر آنها رجوع کرد. تاب الله علیهم، یعنی دوباره زمینه هدایت را، زمینه توبه را، اسباب توبه را چی کرد؟ فراهم کرد. تفسیر این چیه؟ اینجا علما با هم اختلاف دارن. بعضی معتقدند که فرستادن عیسی علیه السلام و انجیل است، یعنی ابتدا اونها به تورات عمل نکردند، عمو و صمو. خداوند پیغمبری دیگر با دین جدید، با کتابی جدید،
یعنی عیسی علیه السلام را برای بنی اسرائیل فرستاد، ولی آنها بازم چیکار کردند؟ ثم عمو و صمو، دوباره اونها چی شدند؟ کور و کر شدند، نابینا و ناشنوا شدند. کثیر منهم، بسیاری از آنان. اما بعضی به عیسی علیه السلام ایمان آوردند. چنانچه تفسیر مظهری میگه تاب الله علیهم حیث تابوا و آمنوا به عیسی، خداوند بر اونها رجوع کرد و اسباب هدایت را و اسباب دینداری را دوباره فراهم کرد، چون که بعضی ها توبه کردند، یعنی به عیسی ایمان آوردند. تابوا و آمنوا به عیسی، تفسیر مظهری. اما بعضی دیگر میگویند که منظور بعثت عیسی علیه السلام نیست، بلکه بعثت عیسی با همون اولی هست که از موسی تا عیسی خداوند انبیا فرستاد، کتاب فرستاد، شریعت فرستاد، آنها عمل نکردند. ثم تاب الله علیهم، سپس خداوند بر اونها رجوع کرد، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرستاد، قرآن را فرستاد، آخرین دین را فرستاد، پیامبر خاتم را فرستاد که تا قیامت این دین هست. اما این بدبخت ها و این انسان هایی که در ازلشون دین و هدایت نبود چیکار کردند؟ به جای اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم استقبال بکنند، ثم عمو و صموا کثیر منهم، بخش بزرگی از آنان دوباره همون راه کج را، راه انحراف را، راه ضلال و گمراهی را انتخاب کردند، به رسول الله ایمان نیاوردند. ایمان که نیاوردند، الله می فرماید والله بصیر بما یعملون، الله بیناست به آنچه که عمل می کنند. خداوند اعمال اونها را تحت نظر دارد. بیناست به این معنی که همه اعمال اونها، همه عقاید اونها، همه خرافات اونها ثبت و ضبط میشه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. الله می فرماید به درستی کفر کردند کسانی که قالوا، گفتند بدون شک، الله هو المسیح ابن مریم، خدا کیه؟ همون عیسی ابن مریم است. العیاذ بالله، خداوند همون عیسی ابن مریم است، فرقی ندارد. بنویسید این دومین حکم است، دومین مسئله است. گفتیم یا ایها الرسول بلغ، ای پیغمبر برسان. چرا برسان؟ 4 تا مسئله حضرت شیخ میفرماید. مسئله اول همون که لستم علی شیء، ای اهل کتاب شما بر هدایت نیستید تا زمانی که به کتابهای خدا عمل نکنید. این را هم برسان، این هم داخل است در بلغ ما انزل الیک، که کافر شدند، کفر کردند کسانی که میگویند ان الله هو المسیح ابن مریم. عنایت داشته باشید شاه عبدالقادر رحمه الله میفرماید که در میان نصارا 2 قول معروف است، گرچه نصارا گروهایشان بسیار زیاد است، همونطوری که ما قبلا خواندیم در همین سوره که خداوند میفرماید و القینا بینهم العداوه والبغضاء. اون درباره یهود بود، درباره نصارا هم بود که با هم شدیداً اختلاف دارند، با هم شدیداً اختلاف دارند. اختلاف اونها اختلاف کوچکی نیست، بلکه اختلاف اونها در خود خدا هست که خدا کیه، در تعیین خدا. این اختلاف بزرگی است. اگر دیگه مذاهب اختلاف دارند، امکان داره در تاریخ خودشون اختلاف داشته باشند، در مسائل و احکام خودشون اختلاف داشته باشند، اما در اصول، در توحید اختلاف ندارن. اینها اصلا در تعیین خدا اختلاف دارن که خدا کدوم یکیه، خدا چند تا هستند. لذا شاه عبدالقادر رحمه الله می فرماید در موضح القرآن که 2 قول در میان نصارا معروف است. بعضی میگویند که خداوند همینه که به صورت مسیح آمده ظاهر شده، خداوند همین یکیه، یعنی قائل به تثلیث نیستن، قائل به 3 خدا نیستن،
قائل به یک خدا هستند. ان الله هو المسیح ابن مریم، خدا همین مسیح ابن مریم است، دو تا نیست. اما اونجا در آسمان خدا هست، زمین که می آید شکل دیگه و لباس دیگه برای خود انتخاب می کند. لباس انسان ها به شکل یک انسانی به نام مسیح ابن مریم، این در واقع همون خدا است، هیچ فرقی نمی کند. خب اینها چی هستند؟ بله این قول اول است. قول دوم اینه که میگویند که خدا به سه بخش تقسیم شده، یکی الله، یکی مسیح، یکی روح القدس، که اینها همون قائلین به تثلیث هستند. هر دوی اینها کفر صریح هستند. لذا اینجا الله عزوجل به پیغمبر میگه هر دوی اینها را اعلام بکن، فتوا بده که این کفر است، این انکار خداست و این انسان را برای ابد و سرمد در جهنم قرار میدهد. بله، اما حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی معتقد است که این وحدتی که مسیحیان معتقد بودند، اتحاد که اتحاد خدا و مسیح میگفتن خدا و مسیح یکی هست، معنیش اینه که عقیده نصارا این بود که خداوند صفات خودش را، همون صفاتی که خدا داره همون صفات را به عیسی داده. صفت خدا چیه؟ معبود بودن، او را عبادت کردن، اون را به مسیح داده. خدا فرزند و اولاد میده، این صفت را به مسیح داده. خدا مشکلات را حل میکنه، یعنی اوصاف. بر اساس این سخن آنچه که امروز بعضی از مشرکین عصر ما صفات خدا را برای بندگان خدا میدهند، به انبیا میدن، به اولیاء میدن، به بزرگان میدن، خب اینم همون میشه. میگه مثلا خداوند عزوجل خالق هست، اینا هم خالق. خداوند عالم الغیب است، اینا هم عالم الغیب الی آخره. پس این اتحاد در چی هست؟ در صفات است. خدا می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، به درستی که کفر کردن کسانی که قالوا گفتند ان الله، بدون شک خداوند، هو المسیح ابن مریم، همون مسیح ابن مریم است. در حالی که دلیل تفصیلی از عیسی بنویسید. خود عیسی چی می گفت؟ وقال المسیح، مسیح گفت، عیسی گفت یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اعبدوا الله ربی و ربکم، فقط و فقط الله را پرستش کنید، آن اللهی که رب من و رب شماست. و عیسی چه پیام بلیغی به بنی اسرائیل داد. چی گفت؟ انه من یشرک بالله، به درستی شأن این است که هر کسی شریک بسازد با خدا، هر کسی در الوهیت و عبادت خدا کسی دیگر را شریک خدا قرار بده، فقد حرم الله علیه الجنه، به درستی که خداوند حرام قرار داده بر او بهشت را، بهشت بر او حرام. شرک چنان مرضی هست و چنان بلایی هست که برای همیشه انسان از بهشت محروم میماند. حرم الله علیه الجنه، خداوند جنت را حرام قرار داده. الله عزوجل از شرک جلی و خفی حفاظت بفرماید. و نه تنها بهشت حرام است، و مأواه النار، و جایگاهش آتش هست، آتش جهنم هست. به جای اینکه به بهشت بره به آتش جهنم میره. کسی نیست اونجا سفارش اینها را بکنه. رب العالمین می فرماید و ما للظالمین من انصار، برای ظالمین هیچ یاوری نیست، هیچ انصاری و هیچ کمک کننده ای نیست، هیچ کسی که کمکشون بکند نیست. خب این
عقیده چی بود؟ عقیده وحدت بود، اتحاد بود. یعنی میگفت خدا و عیسی یکی هست، وحدت هست. اونجا خداست، اینجا عیسی است، فقط لباس فرق میکند. و همون چیزی که بعضی از خرافاتی ها میگفتند که در مسئله اله هم خواندیم، بعضی ها از خرافاتی های زمان ما متاسفانه میگند که به هر حال همون احد همون احمد است، یک میم اضافه میشه احمد، میم کم میکنه میشه احد، العیاذ بالله. یعنی محمد و خدا یکی هست. این عیناً همونطور که شاه ولی الله رحمه الله میفرماید تمام عقاید و خرافات اهل کتاب در میان افرادی از این امت هست، یافته میشه. الله میفرماید باز هم کفر دیگری اونها را، گروه دیگر که قائل به چی بودند؟ تثلیث، سه خدا، اقانیم ثلاثه، اقانیم سگانه، یعنی اجزا سگانه. میگفت العیاذ بالله خدا به سه جزء تقسیم شده، یک جزءش چیه؟ الله هست، یک جزء روح القدس هست، یک جزءش عیسی مسیح هست. لذا این مسئله سوم هم هست که ای پیغمبر این را هم برسان که اینها هم کافرند. لقد کفر الذین قالوا، به درستی که کفر کردن کسانی که گفتند ان الله ثالث ثلاثه، به درستی که خداوند سومی هست از سه تا، یعنی سه تا هستند، الله سومیشون هست، در حالی که و ما من اله الا اله واحد، الله می فرماید نیست هیچ معبودی الا اله واحد مگر معبود یگانه. و ان لم ينتهوا، این تخویف اخروی است. خدا می فرماید اگر باز نیایند عما یقولون، از آنچه که میگویند. تفسیر جلالین نوشته من التثلیث، جلالین چی میگفتند؟ تثلیث میگفتند، اعتقاد به سه خدا داشتند. اگر از این عقیده تثلیث باز نیایند، لیمسن الذین کفروا منهم، البته حتما میرسد به کسانی که کفر کردند از آنان عذابی دردناک در روز قیامت منتظرشون هست. اگر باز نیم. ببین بعد از این که خداوند تخویف بیان فرمود، اکنون ترغیب میده به سوی توبه. چه ذات رحمانی هست، چه ذاتی هست که دوست دارد بندگان هر اندازه تمرد و کفر دارند برگردند. الله می فرماید افلا یتوبون الی الله، آیا این انسان ها توبه نمی کنند به سوی الله، رجوع نمی کنند؟ بعضی از انسان ها واقع مایوسند، اینها خدا را نشناختند اونطور که حق شناخته. بعضی ها میگه ما خیلی گناه کردیم، آیا ممکنه بخشیده بشیم؟ ببینید گناهی از این بزرگتر، گناهی که بگه خدا سه جز هست، سه بخش هست، العیاذ بالله، الوهیت را، خدایی را، حق عبادت را ببر به بندهی بده که او را خدا درست کرده، مخلوق خداست. از این جرمی و گناهی بزرگتر نیست. شرک هست که باعث حرام شدن برای همیشه میشه، حرام شدن بهشت برو حرام میشه. ولی خداوند این گناه بزرگ را هم چشم پیشی میکند، میگه توبه نمی کنید؟ افلا یتوبون الی الله، آیا توبه نمی کنن به سوی الله؟ بنویسی از عقاید کفریه، از عقاید کفریشان. و یستغفرونه، آیا مغفرت نمی طلبند از الله؟ اگر بخواهند خداوند می بخشاید. والله غفور رحیم بنویسی مقتضی توبه، یعنی زمینه توبه فراهم است. چرا زمینه توبه فراهم است؟ چون که والله غفور رحیم، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. هر انسانی که از صمیم قلب توبه بکند
او را میبخشاید، بر او لطف میکند. اما اکنون خداوند عزوجل حقیقت مسیح را بیان میکند، اینکه عیسی علیه السلام را برده بودند، درجه الوهیت خدایی داده بودند. الله می فرماید مل مسیح ابن مریم، نیست مسیح ابن مریم الا رسول، مگر رسول و فرستاده خداست. قد خلت من قبله الرسل، اما قبل از مسیح هم رسل و پیغمبرانی دیگه گذشتند. اما مسیح صاحب چی بود؟ صاحب معجزات بود. خداوند به او معجزاتی داده بود. و امه صدیقه، مادر او زن صدیقه بود، زن پاک بود، زن راست و راستگو بود. ببینید مل مسیح ابن مریم الا رسول، بالاش بنویسید که مسیح ابن مریم رسول بود، نه بنویسید نه خدا، نه جزء خدا، نه فرزند خدا. یعنی پیغمبر خدا بود، نه خدا بود، خدا نبود، جزء خدا هم نبود، فرزند خدا هم نبود، بلکه چی بود؟ رسول خدا بود، فرستاده خدا بود. و امه صدیقه، هم مادر صدیقه بود، نه اله و نه جزء اله. کانا یأکلان الطعام، هر دو غذا می خوردند. هر دو غذا می خوردند یعنی چی؟ این دلیل احتیاج هست، دلیل نیاز هست. نیاز به غذا داشتند، خدا اونه که بی نیاز باشد. یعنی انسان بودن، غذا خوردن چیه؟ دلیل انسانیت هست. حتی فرشته هم نبودن. کانا یأکلان الطعام، هر دو غذا می خوردن. خب از اینجا هر انسان عاقل و هر انسانی که فهم و درک و درایتی داشته باشد متوجه میشه که غذا خوردن یعنی چی؟ یعنی عدم الوهیت. الله تعالی بعد از این میگه انظر کیف نبین لهم الآیات. اینجا چند تا الله تعالی استعجاب بیان میفرماید. استعجاب یعنی مسائلی که واقعا عجیبه. استعجاب اول انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه ما آیات را بیان میکنیم برای آنان. نبین لهم الآیات پایینش بنویسید برای نفی الوهیت، یعنی آیاتی که دلالت میکنن بر نفی الوهیت. خداوند با چه شفافیتی بیان میکند، واقعا عجیبه. چون خدا میخواد بنده بفهمد، حق را درک کند، برگردد به سوی الله. اما اون چی که عجیب هست استعجاب دوم، ثم انظر انا یؤفکون، سپس نگاه کن که انا یؤفکون، به چه سمت و سوی برگردانده میشوند، به چه سمت و سوی برگردانده میشوند. یعنی عجیب هست که با وجود این دلائل شفاف اینها باز هم به سوی خدا نمی روند، به سوی غیر خدا می روند. اکنون خداوند عزوجل زجر بیان می فرماید بعد از اینکه خدا شفاف بیان کرد که اینها بندگان خدا بودند، اینها خدایان نبودند. عیسی و مادرش. قل اتعبدون، این مسئله چهارم است. قل یعنی یا ایها الرسول بلغ، ای پیغمبر برسان. همه اینها که میگیم برسان، ببینید همه اینها در رابطه با چی هست؟ توحید هست. برسان یعنی الوهیت خدا را برسان، برسان یعنی توحید را اونطوری که حقش هست با دلائل برسان. عرض کردم عزیزان ما میگن برسان خلافت علی را برسان. چه مناسبتی دارد این آیه با خلافت و امامت علی کرم الله وجهه؟ قبل از این بحث چی بود؟ یهود بود، بحث خباثت های یهود بود، خیانت های اهل کتاب بود. و بعد از این هم همش در رابطه با یهود و درباره مسیحیان و درباره عیسی اینجا شما میخوانید و عدم الوهیت عیسی. خب بلغ ما انزل الیک که در وسطشون آمده، این خودش قرینه از خدا میفرماید همین مسائل برسان.
که بغیر از خدای عزوجل هیچ کسی اله نیست، هیچ کسی معبود نیست. لذا قرآن را به سمت و سوی دیگر بردن تحریف قرآن است و تحریف قرآن مثل تحریف تورات گناهی بس بزرگ است. انسان یک دیدگاهی دارد، یک نظری دارد، خب هر جا آیه قرآن را تحریف بکنه ببرد همون نظر خودش را ثابت کنه بدون دلیل. ببینی سیاق و سباق را، سیاق و سباق درباره چی هست. لذا مسئله چهارم که خدا می فرماید برسان اینه: قل اتعبدون من دون الله، بگو آیا شما عبادت می کنید بغیر از الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عبادت می کنید آنچه را که مالک نفع و ضرر شما نیستند، عبادت می کنید هستی هایی را، شخصیت هایی را، معبودانی را که اگر آنها را عبادت کنید به شما نفع نمی رسانند، اگر عبادتشون را ترک بکنید به شما ضرر نمی رسانند. شما اینها را عبادت می کنید، چرا خدایی را که همه نفع و ضررش به دست، نفع ضرر شما به دست او هست، او را پرستش نمی کنید؟ والله هو السمیع العلیم، در حالی که اینهایی که شما عبادت می کنید نه سمیع هستند نه علیم هستند، نه حرف شما را می شنوند نه دل شما را می دانند نه مشکل شما را می دانند. اما آن ذاتی که هو السمیع، فقط و فقط او هست سمیع، هو حسرس یا نیست، فقط او هست سمیع، او هست شنوا لکل شیء، هر چیز را، العلیم بکل شیء، او هست دانا به هر چیز. او را عبادت کنید، چرا غیر او را عبادت می کنید؟ لذا الله عزوجل میگه ای پیغمبر این مطلب را هم برسان که اونهایی که شما عبادت میکنید اونها مالک هیچ نفع و ضرری نیستند. حتی بزرگترین انسان، بزرگترین هستی، سید اولاد آدم، امام تمام انبیا، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله می فرماید قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، ای رسول مکرم اعلام بکن من مالک نفع و ضرر شما نیستم، من پیغمبر خدا هستم، پیام الله را می رسانم، اما نفع و ضرر به دست الله است. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.